بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز امروز تاریخ 7/6 سال 1402 است. دیگه امروز که سقف سوم مسجد یا منبر یا حسینی باب الحوایج حضرت عباس علیه السلام در بتون ریزی میشه و دوستا قومای شکری و دلخوش لطف نمودن خط به مناطق بالاسر ملابستی بالاسر سیطاله سید احمد روان نمودند که ما هم دعوتشان رو لبیک گفتیم و امروز با جمعی از دوستان و موسفیدان و جوانان عزیز آمدیم در کار بتون ریزی سقف سوم حسینی مسجد حسینی باب الحوایج شرکت نمودیم. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر می‌گیرین خب حالا طبق قاعده و قانون گزارشی نباید چیز در تصویر مشاهده نبینین. در توضیح داد منتها بازم من باب احتیاط قسم تشریحاتی برای شما میگیم که شاید تصویر دقیق نباشه. دوستای عزیز، و قسمت کسته همو بالابر نسبه از اونجا کسته شیو کسته قاتیش نمیده میکسر داخل زو به اصطلاح یک درم ساخته داخل زو شیو میشه، بعد یک دریچه ای داره که ما بین فرغون شیو نمیده داره و بتون ریزی میشه و دمیز چند ساعت بعد دیگر در این قسمت هم یک بالابر نصب مونه از خاطری که سقف از مسجد نام خدا کلانه که یک بتونیر یا که به اصطلاح یک میکسر نمیتونه که تا شب را بتون کنه و دوستان که خیلی زیاد هم در قومای شیو بال دیگه بیکارمون نشستن بیکارن دیگه، قوما زیاده دوستا زیاد الحمدلله، منتها ام وسیله که کار خزو پیش بره کمه. یک میکسری را که دیروز خوشبختانه سقف ریزی یا سلب بندی پل فیاضیان شد، یک میکسر را از اونجیم گسبا آوردن که در اینجا دزی کار کمک کنه همراه کارگرا یا همو پروژه سقف سازی مسجد باب الحوایج. دوستای عزیزی که ما را از چینل یوتیوب باران میدیا بیننده هستید، امیدواریم که جور و صحتمند و زندگی به کامتان باشد. تشکر از دیدار شما تا این دم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. قبل از همه تشریف آوری همه برادران محاسن سفیدان جوانهای عزیزی که از ملابستی سیطاله سید احمد تشریف آورده امروز برای بتون ریزی سقف سیوم مسجد جامع ابوالفضل العباس حسن بانو پیوند که نماینده خاص نهاد خیریه بارانه در جمع خود خو از طرف خود خو از طرف عظمی ملابستی از طرف نهاد خیریه فردای روشن خوش آمدگویی عرض میکنم. خدا انشالله به اینها سلامتی تندرستی عافیت نیکنامی بده انشالله که امروز به می کاری ما را می مجلس از ما را می برنامه از ما را واقعا با آمدن خو مزین کرده. خیلی خوش آمدید. تشکر دیگه. و همچنین سلام عرض ادب دارم خدمت همه خیرین عزیز، همه نهادی های خیر، مسافرین عزیز، برادران جوان های ما که در خارج استرالیا، آمریکا، اروپا، کویت، ایران، هر جایی که است سلام گرم خدمتشون تقدیم کنم. خدا ان شاء الله به شما صحت و سلامتی بده. امروز کو روز سه شنبه تاریخ 7 سنبله که امروز همچنین در اول صبح هم گزارش دادیم که امروز آشار داریم، آشار همزمی بتون ریزی سقف مسجد داریم که بسیار برادرها با همدلی، صمیمیت، برادری، اخوت، هم پذیری، همزیستی از شیو بال جمع شده. از برادران ملابستی سیطلم ده، ملابستی شکری دلخوش هم ده، همه برادرها بسیار با شوق و ذوق هم ده که همیشه بتون ریزی کنه. همچنین در ویدیو در صفحه مجازی نگاه کردی شاید هم پخش نه که از همه برادران جوانهای عزیز با شوق علاقه هم ده که همین مسجد جوش مسجد ما و شما هم بسیار مسجد جای خوبیه، مسجد مورد نیاز مردم بود، مسجد هم بسیار مسجد معیاری جوش شده، مسجد قشنگ جوش شده، کارش هم بسیار کار اساسیه. خدا ان شاء الله به شما خیرین عزیز، به شما برادران مسافرین عزیز که کمک کردید، زحمت کشیدید، پول فرستادید که ما مسجد بسازیم، دل شما برای مردم مسوزد، دل شما برای مردم میتپه، واقعا زادگاه شما یا قومای شما هستیم و دل شما برای مسجد پول فرستادید تا ما مسجد بسازی. خدا ان شاء الله به شما جزای خیر عنایت کنه. خدا ان شاء الله به عمر شما، به مال شما، به اولاد شما برکت بده. خدا ان شاء الله مرده های شما رو بیاورزه. همچنین یک تقدیر و تشکر خاص
از کسانی که زمین را برای مسجد وقف کرده صاحب، بله. برای کسانی که زمین وقف کرده، خود مرحوم حاجی اللور، مرحوم حاجی قاسم، برای آقای قیام که وقف کرده زمین را، برادران آقای قیام، خود آقای قیام، حاجی محسن که جای دیوال وقف کرده، آتی رمضان، جمعه خان که زمین برای منبر وقف کرده، مرحوم ملا ابراهیم که زمینش برای منبر آمده، بده منبر مسجد بده زمینش آمده دیگه. خدا ان شاء الله همه مرده ها رحمت کنه. آقای مرزایی که آقای عطایی، مرحوم آقای عطایی، زمین آقای عطایی دیگه، خلفه غلاملی، زمین خلفه غلاملی هم منبر بلش رفته دیگه. خدا ان شاء الله این مرده ها رو بیامرزه، زنده هایش را در پناه عصمت خود نگاه کنه. خدا ان شاء الله برای مرده ها، برای کسانی که اسمش را بردیم بهشت برین را جایگاهش بسازه. خدا ان شاء الله مسافرین عزیز ما را، خیرین عزیز ما را، نهادهای خیریه که دست خیر داره، دست چیز داره که به مردم ما کمک میکنه، خدا ان شاء الله با آنها سلامتی بده. و همچنین ما یک تقاضا و خواهش دارم از همه مسافرین عزیز خود، همونطوری که برادران در داخل، برادران ما، حسین سفیدان ما در داخل با اتحاد و وحدت، صمیمیت، یگانگی، همدلی دست به دست هم دیدیم، دست به گردن هم دیدیم، مسجد میسازیم با کمک شما، البته پول میسازیم، راه میسازیم، مکتب میسازیم با کمک شما، با کمک مالی شما. شما هم ما تقاضا داریم، خواهش داریم شما هم در خارج همینطور دست به دست هم دیگه داده، دست به گردن هم دیگه داده ما را کمک و یاری کنید. همچنین کسانی که برای این مسجد کمک کرده، پول فرستاده، زحمت کشیده، باز ما توقع همکاری داریم، توقع ادامه از این کار داریم که ان شاء الله این مسجد ما، مسجد جامع ابوالفضل العباس که در موقع سنجوی سید احمد واقع است، ان شاء الله به طور احسن، بسیار قشنگ و زیبا ان شاء الله ساخته شود و ما شاهد باشیم یک روز نماز جماعت ان شاء الله برگزار شود، دعای کمیل، دعای توسل، کلاس قرآن ان شاء الله برگزار میشه، اذان زنده ان شاء الله پخش شود دیگه، اذان CD و اذان مثلا فلش ان شاء الله متوقف شود. برای سلامتی آقای امام زمان، خدا ان شاء الله ظهور آقای امام زمان معجل کند. برای سلامتی همه مسافرین، نهادهای خیریه، برادران خیر ما که کار خیر میکنه، پول میسازه، مسجد میسازه، برای سلامتی اونها یک صلوات محمد پسند به نام خداوندی که زندگی را زیبا آفرید و ارزش والای برای همه انسان ها بخشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام خیرین، مسافرین، کسایی که دست خیر دارن و همچنان یک سلام ویژه دارم به همه همکارای نهاد فردای روشن، همچنان نهاد خیر باران و خانواده فیاضیان و همچنان برادر خیر ما حاجی جان حسنی. آرزومندم که همه تان در هر گوشه از دنیا هستید، جور و صحتمند و سر حال باشید و ایام به کامتان باشد. دوستای عزیز، صحبتای از دوستا شنیدیم، صحبتای ارزشمندی بود. آقای رضایی از سواد مدبر و توانا حرفای ناب و ارزشمند را برای ما تقدیم کردن. تشکر. من امروز بسیار زیاد خوشحال از این هستم که شما همچنان در ویدیوها دیدید که ما دیروز برنامه کانکریت ریزی پل فیاضیان را داشتیم و امروز شاهد کانکریت ریزی منزل سوم مسجد باب الهوایج در منطقه سنگجای هستیم. کلی از این پروژه دستاورد کمی نیست. زیرساخت ها، تمام پروژه‌ای که امروز رویش کار میشه و آبادی و ترقی و پیشرفت یک جامعه می‌افزاید. امروز قسمی که گفتم در مسجد باب الهوایج دعوت شدیم. اینجا منزل سومش کانکریت میشه که آخرین بخش کانکریت ریزی است. انشالله کارش به خیر تمام میشه. ما کدام گفتنی خاصی ندارم، چیزایی که نیاز بود، چیزی که لازم بود دوستا گفتن، عرض کردن. تمام تشکری ما، تمام تقدیر ما در برابر کارهای عامل منفعت، در برابر کار بزرگ و خیری که شما برای مردم انجام میدین واقعا کم است. یعنی او تو کلمه نابی که به ذهنها بیایم ما برای شما بگویم واقعا نیست. ما صرفا تشکری ویژه داریم از تمام خیرین، از تمام مسافرین، کسایی که دست خیر دارن، کمک میکنن بر مردم ما، تمام مسئولین و همکاران نهاد فردای روشن و همچنان نهاد خیریه باران، خانواده فیاضیان، حاجی جان حسنی همراه فامیلشان و تمام خیرین، تمام عزیزایی که به فکر مردم هستن، یک گیتی سپاس. تشکر. سلام به کل خیرین که خارج از منطقه هستن. دیگه خدا شما خیر بده، اجر بده. واقعا
بخش مردم سید آمد یک سرفرازی، یک افتخار بخشیدین و کسایی که واقعا سرمایه گذاری علمی اصل سرمایه علمیه که بخش پول، مسجد، بخش راه که مصرف منه اصل سرمایه علمیه. علمی سرمایه را دم از خود حساب کنه. او سرمایه که در بانک است، در جای دیگر است و از کسای دیگر است. خوشا به حال شما که دمی کارهای خیر دیست دارین، دمی کارهای خیر کمک منین. علمی اصل سرمایه دنیا و آخرت امیه. دیگه تشکرم از حاجی غلام و حاجی علیزا که واقعا خود وقف از این منبر کده که همیشه از کار رو دیگه همه در همه مراسم خودگوره شریک میدن و شریک میشن. نمیگی یعنی قدر بفهمین کسایی که پول نقطه میده او پول کن و پول دو چسته که اجر و مزر مبره، ولی کار را انداختو خیلی گبه. کسی که کار را میندازه کار برا انداختو خیلی مشکلات زیاد داره. خیلی در نظر کس نه که این کار خود به خود جور شد، ولی یک آدم میخواد که کار را برا کنه. این کار را انداختو دیگه بسیار مشکله. سلام احترام خدمت حیرین عزیز، مسافران محترم، قومایی که در خارج از منطقه است، خصوصا خوش آمدید میگیم برای ریشسفیدای سرتله و ریشسفیدای دانشقول، کوشه، تایغار. از چاکلوم که انشاءالله باشد نیم ساعت بعد یا یک ساعت بعد برسه. دیگه دعوت کردیم از جاهای دیگه کم کم نمونامه. خوشحالم که امروز سقف آخری، سقف سوم مسجد را انشاءالله که به اتمام برسونیم. یک دستگاه کم ذره اول صبح واریز کرد، یک دستگاه دیگر هم خواستیم. نفرم که خیلی زیاده، انشاءالله که به امید خود دارم امروز تمام میشه. دیگه تشکر از خیرین عزیز. با نام یاد پروردگار سلام عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. ما زیاد صحبت ندارم، فقط یک جمله میگیم. واقعا تشکر از همه ایشون، برادرای عزیز خیر، واقعا سرافراز و صحتمند و کامیاب باشین. مو افتخار ندار شما که واقعا جامعه سید آمد را آباد کردین و انشالله مو منتظری که همیشه همچنان همین آبادی ها ادامه داشته شود. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از طرف بنده برای همه برادران عزیز که این ویدیو را تماشا نه. بعد از سلامتی شما خیرین را و شما برادران را از خداوند متعال خواسته و میخواهی خداوند شما را داشته باشد. این سید آمد را واقعا همین زنده دین برنشر همزی کارهای نیک خو، از چیز سرک، چیز پول، چیز مسجد، از همه چیزهای خیر خو. این خدا را شکر برنشر که شما مسافر مدره. تشکر از شما مسافرات، تشکر. خداوند شما را حفظ کنه، در دین دنیا خوار نکنه. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر کل خیرین و به این مستفیدای عزیز جناب آقای ریزایی و آقای محترم حاجی غلام تشریف داره. خودش هر وقت در صحنه واقعا زحمت‌های بسیار فعالانه میکشه. دیگه تقدیر تشکر از خیرین صحبت ها که آقای ریزایی آقای زایدی گفته. دیگه از همین پولی از مکتب که شروع کرده خیرین تا پول اتحاد، پول ولی عصر که داود محروم جور کرده خدا رحمت کنه. دیگه منبری سنگجوی، پول فیاضیان، پول سلام، واقعا اینا قابل قدر است که همین خیرین عزیز خیلی زحمت های زیاد میکشن. واقعا خیلی از درد رنج از این مردم با خبره، از کلگیشی کلشو زادگاهیشه، وطنش بوده. یک ایده کمی جمندم بقید به حق زیاد دعا داره. دیگه صحبت دیگه نی باقی دیگه. یعنی می مردم بسیار با شوق از ملا بستی سرتله، از شیو تا تایغار شاید می برادران تاقلقون برسه. اگر احیانا در کار نرسید که انشالله دعوت در غذای همین صرف غذا با هم بخوری. خیلی خوشحال میشه از اون استقبال نیواد. در برج از مو کم میمانتر مو میزبانتری ای برادرای تاقلقو. شاید از این شیوه مگر کس دعوت شده ما خب در جریان هم نبودم دقیق. شاید وام برسم موزش استقبال نی.